یکی از حالتهای قیامت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن که ابو هریره روایت میکنن اتدرون ما المفلس؟ میدانید مفلس کیست؟ به هیچی ماندگی، به چیز تو چاره ماندگی انسان بیچاره گفته کیه میدانید؟ گفتن مفلس همون کسی که نه درهمش مانده سو، نه متاعش و نه مالش هیچی ندارد، اون مفلس میگوییم یا رسول الله. گفتن که مفلس گفته حقیقی مفلس گفته همون امتی من میگویم که روز قیامت به میخیزد نماز و روزه و زکات و همین گونه عملها دارد، لیکن بغیر از این کارهای نقضش کارهای گنده هم بسیار کرده است. بسیار کسها را حقارت داده است، بسیار کسها را تهمت و غیبت کرده است، بسیار کسهای مالش ناحق خورده است، دزدیده است، فریب کرده است، بسیار کسها را کشته است و خون ریخته است، بسیاری دیگر را زده است و کفته است. پس آنها جلد دیده ها همطور نیستند و ها آمده دعوا میکنند، این آمده حقش میریاند، از ثوابش وی میبیاد حقش میگیرد، وی میگوید تو من غیبت کردی حق نتی، وی میبیاد تو من تهمت کردی حق نتی، وی میبیاد تو من آزار دادی پول میخوردی حق نتی. حقدارها حق طلب کردن میگیرند، خلاص اخیرا یگان چیز ثوابش نمیموند. نمازهای روزههای حجای کردگی ثوابش برباد کشان گرون رفتن حقدارها. با حالی دوام دارد ثواب ندارد که تیه بعد گناهاشون رو بار کرده میگوید حقش نه. یک آدم شما حقش خوردید می ثواب ندارید که تی گناهش باری شما پخته میبرد، چون خدا اجازه داده است. حقت گیر میگوید گناهت پخته همون که خلاص میشی. فتوریح علیه ثم توریح فی النار. خلاص در عاقبت همین خیلی حالت میشد که خشک و خالی میماند. ثوابش نیست که با وی جنت رود، گناه گویی بغیر از گناه خودش هزاران گناه دیگر رو باراش و بار. پس چیکار کرده میشد؟ توریح فی النار دوزخ برفته میشد این گونه انسان. انا گفتن همون روز نشده پیش در اون روزی که کلی چیز که خودتان خلاص کردید در همین دنیا حقتان ادا کنید، حق کسی را نخورید، کسی را تهمت نکنید، کسی را ضرب و رد نکنید، کسی را حسد نکنید، که در همچنین روز در پیش داره. از این دهشت‌های قیامت گروه‌های نجات نیافتند و گرمای تسب قیامت به خدا جاهای سلکین و سایه برایشان مهیا می‌کرده است. یعنی در زیر سایه عرش پروردگار قرار می‌گیرند. 7 گروه همونطور شنیدگی 7 گروه خدا همونجا جا می‌کند. یکمش پادشاه عادل عدالت پرور، یکم همون قرار می‌گیرد همون سایه عرش باشد. دیگر جوانی که از جوانیش عبادت کتی نشو نما یافته است، ولی من یاش نگفته است، از همین که بلاغت برسید سر کرده حلال و پاکیزه کار کرده سو، نماز خوانده سو، دیگر عبادت کرده سو، از گناه دست کشیده سو. عمری جوانیشه به مثل غفلت زده جوانها بیهوده نگذرانده سو، از پی بندگی و از پی کارهای نیک گذرانده است. این جوان قرار میگیرد زیر عرش خدا. دیگرش مرده که مهرش به مسجد بسته است، همیشه 5 وقت نمازش مسجد آمده خوانده است به جماعت. دیگرش 2 مرده که خالص برای خدا با هم دوستی کردن، به خاطر پول چیز نه، به خاطر آبروی و عزت و منصب و کاروبارش نه، فقط همچون یک بنده نیک خدا، بنده صالح گفته با هم دوستی کرده است و به این دوستیش صادق مانده است تا آخر. کاروبار دنیا که با هم دیگر چی نکرده است، چی نکرده است، حق نکرده است رشته دوستش. دیگرش مرده که برای زنا کردن زن طلب کرد، شرایط امکانیتش بود برای کار زشت، اما از ترس خدا خودداری کرد، این هم همونجا قرار میگرفت. دیگرش مرده که صدقه کند و همین خیلی بی‌ریا
مخفی پنهانانه کند که حتی دست چپش ندانست که دست راستش چی صدقه کرد. این مبالغه برای خالص کردن یک عمل. همین خیلی فکر و یادش دانستن دیگرهای عموما برآورده پرتافت. خالص الله صدقه کرد. دیگرش مردی که خدا را در خلوت همچنان ذکر کرد که از چشمش اشک جاری گشت. همین خیلی خدای تعالی دوست می‌دارد که در پنهانی خیال میکند خدا او را دیده ایستاده است. از شوقی دیدن پروردگار، از شوق محبت پروردگار، یا اینکه از ترس گناهاش از خجالت زده شدن در نظر پروردگار تأثیرش به قلبش میرسد و میسوزاند و از چشمش اشک جاری میشد. این گونه انسان هم نجات یابنده است، در زیر سایه اشک قرار گیرنده است. که پروردگار همه ما را از این زمره‌های نجات یابندگان می‌گرداند. و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم.